عبدالله‌زاده دولت‌مآ ختم کننده دانشگاه آموزگاری جمهوری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی میباشم. بعد امتحانات دولتی خود را سپاریدن میخواهم در ساحه معارف، یعنی همچون آموزگار فن متماتیک شده کار نمایم. سلام. در این روزها باز یک نسل نوی جوانان بعد از ختم دانشگاه ها وارد جامعه تاجیکستان می شود و دولت‌مآ تنها ختم کننده نیست که سال جاری صاحب دیپلم خواهد شد. مثل دولت‌مآ صدها یا شاید هزاران نفرند. محمود خان شایف سردار ریاست مکتب‌های عالی وزارت معارف و علم تاجیکستان در این باره چنین میگوید: در نظر است که بیش از 30,000 ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور را ختم خواهند کرد و بیش از همه این ختم کنندگان پیش از همه رشته آموزگاری تحصیلات عالی کسبی را در نظر هست و همزمان در برابر این متخصصان ساحه مختلفی کشور از جمله متخصصان ساحه اقتصادیات، تکنیکی، تکنولوژی حاضر زمان و همزمان دیگر ساحه‌هایی که با کشور ضرور هستند ختم میکنند و با روی خدمت با این ساحه روانه کرده میشوند. آیا جامعه تاجیکستان آماده است این ختم کنندگان را بپذیرد و در چه شرایطی؟ آنها 5 سال در دانشگاه خواندند، کسب آموختند، دانش اندوختند تا بعد از ختم به امید چون کارگر یا متخصص به جامعه بپیوندند و در استحصالات و یا در مؤسسه ها کار کنند. سنگین گولوف دانشمندی تاجیک در این باره چنین عقیده دارد: جامعه تاجیکستان جاهای کاری دارد و میتواند این جوانان را به کار تامین کند، اما گپ در آن است که این متخصصان جوان میروند به استحصالات تا چه اندازه خودشان آماده هستند که به سطح معرفت جامعه جوابگو باشند. گذشته از این نه همین متخصصان جای کار مییابند و در طول تحصیلی که 4 یا 5 سالی که آنها تحصیل کردند، البته با امید تحصیل کردند و وقتی که به جامعه میآیند آنها میبینند که جای کار پیدا نمیکنند، البته آنها را یک ناامیدی فرا میگیرد. دیپلم هنوز بازگوی دانش و معرفت نیست، یعنی جوانان باید در واقعیت در عمل باید صاحب دانش باشند. در صورتی که بیشتری کارخانه‌های تولیداتی تاجیکستان بعد از جنگ‌های شهروندی از کار مانده اند و در شرایط بحرانی کشور نمی‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند، آیا ختم کنندگان دانشگاه‌ها همه می‌توانند با کار تامین شوند؟ اگر کار پیدا نکنند، امیدشان به ناامیدی مبدل نخواهد شد؟ ناامیدی وجود دارد. ناامیدی، خب هر یک نفری که 4-5 سال وقت خود را در یک کار به خصوص در دانشگاه صرف میکند و پس از ختم آن میبیند که دانش نااندوخته است، جای کار پیدا کرده نمیتواند، گرفتار ناامیدی میشود. چون ناامیدی خاص هر یک انسان است وقتی مهنت تو بر عبث رفته است و همین می شود که این مردم راه به سوی مهاجرت میگیرند، راه به سوی ترک وطن میکنند. در شرایط کنونی تاجیکستان به اصطلاح از خودگذری جوانان برای رسیدن به دستاوردهای علمی و اختراع یا کشفیات کمتر مشاهده می شود. در سالهای استقلال در این بخش‌ها تاجیکستان دستاورد ندارد. جوانان شاید بیشتر در اندیشه چرخانیدن زندگی و روزگاری خود هستند. شرایط آنها را به همان سو میبرد. در سالهای 50-70 قرن گذشته علمی تاجیکستان نابغه های به میدان آورد و به جهانیان پیشکش کرد. آنها با کشفیات علمی در بخش‌های ستاره شناسی و زلزله شناسی نه تنها در میان کشورهای شوروی پیشین بلکه در جهان نامبردار تاجیکان بودند. یعنی تاجیکستان با همین دانشگاه‌ها و همین پایگاه‌های علمی توانایی نبوغ علمی و تجربه ضروری دارد و امروز جوانان هم نمونه برای پیروی دارند. آنها حداقل همین پیراه را باید پیمایند تا این روال دوباره جان بگیرد.
ما باید اندیشه کنیم که برای جوانان امروزه تاجیکستان یک نسل معینی بودند که میتوانند الگو یا خود به حیث ایدئال انتخاب شوند. اگر به این منوال گریم از شادروان محمد جان شکوری یاد کرده میتوانیم که در بخش ادبیات شناسی در سالهای آخری سالهای 70 و ابتدای سالهای 80 تا دوره پاشخوری اتحاد شوروی از محققان برجسته ادبیات به حساب میرفت و تاریخ نظریه ادبیات را در سطح جهانی معرفی کرد. البته دشواری ها در جامعه وجود دارد و این دشواری ها کم نیستند. در همه جا در این باره میگویند، ما هم گفته ایم، خود رهبران تاجیکستان هم آن را اعتراف میکنند، مردم عادی هم آن را میدانند. با وجود این پدر و مادران نسبت به سرنوشت آینده ختم کنندگان خود بی‌طرف نیستند. من مقصدالله اسماعیلوف، پدری ختم کننده سال چهارم، یعنی دانشجوی سال چهارم فاکولته گرامرتیوی دانشگاه تاجیکستان انوش مقصدالله است هستم. فقط اینجا عکس گفتن لازم است که بسیار ختم کنندگانی هستند که آنها به خواهش آن که ماهانه ناچیز است یا کم است، شرایط زندگی ناجور است و غیره بهانه جویی میکنند، لیکن هر یک شخصی که به خود یک مقصد میگذارد و باید از روی هم مقصد خود، از روی جد و جهد و اون کسبی که انتخاب کرده است، به شرایط ناموافق نگاه نکرده، به شرایط وضعی اولوی نگاه نکرده، باید که با وجه با دل پر به کار شروع نماید و آهسته آهسته به مقصدش میرسد. بنابراین من باوری دارم که پسری من بعد از ختم و جای کار مییابد، با کار تامین میشود و از روی اختصاص خود کار میکند. در هر جا میشنویم، بیشتر در ملاقات ها، جوانان آینده جامعه ما. واقعا هم همین جوانان بعد از چند سال دیگر به نیروی اصلی پیشبرنده تاجیکستان تبدیل می‌یابند، نیرویی که کشورشان را و ملتشان را به دیگران معرفی می‌کنند. ولی قبل از رسیدن به آن مرحله جامعه آنها را باید به قول به آغوش بگیرد و تربیت کند تا امیدهای آنها از حالا با ختم دانشگاه و گرفتن دیپلم به نومیدی تبدیل نیابد. کامیاب باشید.